سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. برای بچه چطوری خوش اومدید به این ویدیو. آقا قرار با هم دیگه بریم سراغ بازی کال آف دیوتی. آقا قرار بهترین اتچمنت شاتگان HS برای بتل رویالتون بذارم. حتما سن لایک و کامنت دنبال کردن و انگشتای خوشگلتون رو روی دکمه لایک بزنید، روی دکمه سابسکرایب هم حتما بکوبید و زنگوله کنار سابسکرایب هم حتما فشار بدید تا بیشتر براتون ویدیو راجع به کال آف دیوتی و بازی IGI براتون بذارم. آقا این دفعه لایک کنین، آقا یه کامنت هم بذارید. اگه کامنتی چی نداشتین یه دو قلب توی کامنت بذارید، خیلی خوشحال میشم. و مخصوصا قراره با هم دیگه اگه این کارهایی که الان گفتم رو انجام بدید، این دفعه بهترین اتچمنت شاتگان برای چیزتون معرفی میکنم، برای مولتی پلیر. چیزی که تو صفحه میبینید برای بچه شاتگانه که خیلی اچس خوبی داره، خیلی اچس خوبیه. یعنی بهترین اتچمنت شاتگان اچس اینه بچه. این اتچمنت خدای خداست. برای مخصوصا مولتی هم میتونم مولتی هم استفاده کنیم. من توی عنوان میذارم برای بتل رویال، خیلی خوب تره. و همینا دیگه. و چند تا نکته هایی که خودتون دیگه تو شاتگان زدن میدونی. آقا با این شاتگان دیگه بهترین، با این اتچمنت دیگه بهترین پلیر شاتگان توی کال آف دیوتی میشید. واقعا میگم. و اتچمنتش هم که اینه، این اتچمنتشه و میشه اسکرین شات بگیرید، میشه هر کاری کنین بکنید. هیچی دیگه، همین اتچمنت بود. مرسی که ویدیو تا اینجا تا ویدیو دیگه. بدرود.